مثال 77 ریشه مدل لوگاریتم رو یابیم میگه. چرا که میبینیم سوال مدل کمتر مرکب برای نماید، لیکن ما یکی از راه‌های من دیگر خیلی رو استفاده می‌کنم برای کار کردن. من این مثل مدل رو به سیستم میگردونم. با لوگاریتم شما کار کردن میتونید، لیکن بسیار توابع خطاگی میکنن در آنجا. خطاگی کردن آسان است در این مثال. برای من دیگر راه رو انتخاب میکنم برای کار کردن. بیاین من این ایفاده رو A گویم و این ایفاده رو دیومش رو B. از اینجا معلوم میشود که A جمع B برابر 2 است. و بیاین من A B و ایفاده رو علایده بنویسم. لوگاریتم در اساس 4 لوگاریتم 2x minus 2 برابر A گفته. من این رو به درجه اگر گردونم چی میشود؟ لوگاریتم در اساسش 2x minus 2 برابر 4 در درجه A. این یکم ایفاده ما. دویم ایفاده ما باز همون چه؟ لوگاریتم 2 لوگاریتم 4x minus 2 برابر B گفتم. من این رو اگر به درجه گردونم، یعنی از یک لوگاریتم خلاصم، لوگاریتم در اساس 4x minus 2 برابر 2 در درجه B میشود. و از اینجا با یک خصوصیت لوگاریتم استفاده میبرم. نیا کنید اینجا 2 است. این هم 2 کردم میخوام. من لیکن 4 رو چکه نوشته میتونم. من میتونم 2 درجه 2 نوشته میتونم. x minus 2 2 در درجه B و این رو من 2 رو به پیش از لوگاریتم یا تقسیم لوگاریتم 2 x minus 2 2 در درجه B نوشته میتونم. اکنون نیا کنید من 2 رو به طرف راست گیرم چی میشود؟ لوگاریتم 2 x minus 2 برابر 2 در درجه B ضرب 2 نوشته میتونم. یا اینکه لوگاریتم 2 x minus 2 برابر 2 درجه B جمع خصوصیت درجه رو استفاده میبرم. اکنون چی معلوم میشود از اینجا؟ نیا کنید این ایفاده لوگاریتم 2 x minus 2 اینجا هم لوگاریتم 2، یعنی هر دو اینها باید برابر باشد. یعنی 4 درجه باید برابر 2 درجه B جمع برابر باشد. یعنی از اینجا باید همین بینشون علاقه یافتم. 4 درجه برابر 2 درجه B جمع. یعنی این سیستم مدل رو باید کار کنم. کمتر آسان تر کردم و از دویمش استفاده برده از اینجا خصوصیت درجه ها رو چیکار میکنیم؟ ما نمیشه میتونم 2 درجه 2A برابر است برای 2 درجه B جمع 1 و من میدونم که اگر اساس ها برابر باشد درجه ها هم باید برابر باشد. 2A برابر B جمع 1 یا اینکه 2A minus B برابر 1 نوشته میتونم و یکم مدل رو میگیرم A جمع B برابر 2. اکنون از اینجا باز هم سیستمی آسان‌تر به دست آوردم و این سیستم رو کار کرده میتونیم. هر دو مدل اگر من جمع کنم B اختصار میشد 3A برابر 3 میشود و A برابر 1. اگر A برابر 1 باشد B هم برابر 1 میشد. به اینجا مونم B هم برابر 1. لیکن به ما A و B لازم نیست، به ما X لازم است. چرا A گفتیم چرا B گفتیم همون استفاده بریم. مثلا یکی همون استفاده بردم کفایه است. چی میشود؟ لوگاریتم از اینجا استفاده برم. لوگاریتم 2 x minus 2 برابر A اگر 1 بود 4 درجه 1 4 میشود و این رو به درجه میگردونم. x minus 2 برابر 2 در درجه 4 و x برابر این 16 جمع 2 یعنی برابر 18 میشود. یعنی B هم استفاده برده میتونستم یک جواب میگرفتم. جواب ما x ما 18 میشود.